اجازه بدین بهتانی رو بگم. از زمان که با پروتکل مانگمود آشنا شدیم تا فعلا تونستیم چه کار را انجام بدم. از زمان تا فعلا تونستیم اولا کتاب خود بنویسم، روی چندین پروژه کار کنم، چندین زبان برنامه‌نویسی یاد بگیرم. با خاطر کارهایی که انجام داده بودم تونستم در یکی از شبکه‌های تلویزیونی دعوت شدم. فعلا پروژه یوتیوب را انداختیم. باید نتونستم از وقت خودم لذت ببرم. امروز قرار است درباره یکی از مهمترین پروسه ها یا پروتکل مانگمود صحبت داشته باشیم که واقعا شما رو کمک میکنه تا بتوانید خودتان در یک سطح بهترتان برسانید. اما اجازه بدین برتانی رو بگم مانگمود یا حالت راهب چیست. مانگمود یا حالت راهب حالتی است که ما رو کمک میکنه تا بتوانیم تمرکز و خودکنترلی بالایی داشته باشیم، از هر نوع دوپامین، چیف و زودهنگام دور باشیم و همچنان بتونیم روی یک از اهداف ما کار کنیم. و اهداف میتونه شامل خواندن یک کتاب باشه، کار کردن روی یک پروژه باشه یا یادگیری یک زبان برنامه‌نویسی باشه. این دقیقا شما رو کمک میکنه تا بتونین مانگمودتان رو به صورت کامل انجام بدین و این رو متوجه باشین قبل از انجام مانگمود باید بتونین این 4 راهکار انجام بدین تا بتونین یک مانگمود کامل و صحیح داشته باشین. 1. تعیین هدف. زمانی که ما در مانگمود هستیم باید یک هدف تعیین کنیم و هدف میتونه هر چیز باشه. مثلا من هدفی که تعیین کرده بودم در مانگمود قبلی بود تا بتونم زبان C++ به صورت کاملش یاد بگیرم و یا میتونین شما هر هدفی که داشته باشین میتونین تعیین کنین و این متوجه باشین اهدافی که تعیین میکنین نباید از 4 یا 5 هدف زیاد باشه، چون که نمیتونین بهش رسیدگی کنین و همچنان تولید دیتان گیج کننده می باشه. پس شماره 1 هدفتان تعیین کنین تا بتونین مانگمودتان انجام بدین. 2. وقت تعیین کنیم. زمانی که ما در یک مانگمود هستیم دقیقاً بتونیم یک وقت مشخص تعیین کنیم تا بتونیم مانگمود ما را در پایان برسانیم. مثلا من 4 هدفی که تعیین کرده بودم رو وقتش من 30 روز گرفتم، باید 2 و 4 هدف در 30 روز برسونم و دقیقاً این کار انجام دادم. یا شما هر هدف داشته باشین میتونین این کار انجام بدین، میتونین در 30 40 یا حتی تا 90 روز برسونین و این رو متوجه باشین اهدافی که تعیین میکنین نباید از 90 روز بالا باشه، چون که تا جای اهدافتان به شما بی‌مزه میشه و همچنان نمیتونین بهشان برسین و این دوپامین تا 90 روز از دریافت نکنین، زندگی بر شما بی‌مزه میشه و اصلا نمیخواین مانگمودتان ادامه بدین. پس این قانون از جایتان نرد تا از 90 روز زیاد مانگمود نداشته باشین. 3. دوری از هاوسپارتی. باید از هر نوع هاوسپارتی ما دور باشیم. یا هاوسپارتی ها میتونه وقت گذارین با دوستایتان باشه، میتونه سوشال میدیا باشه یا هر چیز میتونه باشه و مهمترین بخش نظر من یه بخش است، چون از هر نوع هاوسپارتی باید دور باشیم و دقیقا شما اتاق دارین، اتاقتان میتونین رقم تنظیم کنین. اگر روی میزتان میبینید کدام هاوسپارتی دارین و هاوسپارتی رو در مانگمودتان باید به صورت کامل دور کنین، چون که هوشتان میگیره و شاید بتونین زیادت وقتتان روی هاوسپارتی باین. مثلا یک از هاوسپارتی که من داشتم اون موبایلم بود، باید همیشه وقت از سوشال میدیا استفاده میکنم. به اون دلیل هر وقت که من روی یک پروژه کار میکردم یا میخواستم یک چیز رو یاد بگیرم موبایلم به صورت کامل از پیشم اصلا میموندم و اصلا استفاده نمیکردم در جریان مانگمود و بعضی سایما بود که استفاده میکردم اون فقط باختر کار بود و این از یادتون نبرین که قانون شماره 3 و مهمترین از قانون است که از هاوسپارتی ها دور باشین. اون میتونه هر نوع هاوسپارتی باشن، نظر در هدف و نظر در کارهای روزانه که انجام میدین. بعضی که 3 مرحله رو انجام دادیم. مرحله 4 انجام اهدافتانه که هر هدفی که تعیین کنین باید دوره در یک وقت مشخص دوری از هاوسپارتی ها و اونا رو باید به صورت کامل انجام بدیم. فعلا که ما تونستیم با پروتکل مانگمود یا حالت راهب آشنا شویم، درباره مفادا یا درباره فایده‌اش صحبت کنیم که دقیقاً پروتکل مانگمود چی فایده داره، چرا افراد موفق و مشهور کار انجام میده و نظر در چند دوره که کار انجام دادم دقیقاً ما چی سودی از این مانگمود از چند دوره مانگمودی که داشتیم دریافت کردیم. همراه شما در این ویدیو صحبت کنم. مسئله اول، زمانی که ما در حالت مانگمود نیستیم بیشتر مواقع درباره موضوعات مختلف فکر میکنیم. این موضوعات میتونه شامل اخبار، شامل پیامایی که برای ما میاد باشه یا شامل هر موضوع دیگه باشه. یکی از قسمت‌های مغز ما شما نکن پیش روی مغز ماست به نام پریفرونتال کورتکس یاد میشه که توسط این قسمت مغز ما بالای موضوعات مختلف تمرکز میکنیم و یکی از
مشکلات بزرگ که ما داریم او شامل است که زیادی وقت از سوشال میدیا استفاده میکنیم. سوشال اپ‌های مثل تیک تاک یا اینستاگرام همیشه وقت اسکرول کردن از اون هستیم. هر وقت که ما یک ریل جدید میبینیم دوباره اون فکر میکنیم و این دقیقاً که انجام میده. این قسمت پرفرونتال کورتکس مغز ما این انجام میده. زمانی که من یک فوتبال میبرم دقیقاً پرفرونتال کورتکس مغزیم دوباره همون تمرکز میکنه. بعد از اسکرول میکنم، بعد از 10 یا 20 ثانیه بعد دوباره یک زبان برنامه‌نویسی میبرم. وقت پرفرونتال کورتکس دوباره او تمرکز میکنه و دقیقاً ایرش روزانه شما 500 یا 600 بار انجام میدن، شاید حتی زیادتر. با اون دلیل زمانی که ما دولت مود هستیم دقیقاً 4 یا 5 هدف داریم. اصلا اسکرول تیک تاک اینستاگرام نیست، دوباره هیچ چیز جز اهداف ما فکر نمیکنیم. با اون دلیل پرفرونتال کورتکس مغز ما دقیقاً دوباره 4 یا 5 هدف فکر میکنه و دقیقاً ما رو کمک میکنه تا بتونیم افزایش تمرکز داشته باشیم و بالای موضوعات مختلف فکر کنیم. شاید بعضی وقت شما اتفاق افتاده باشه زمانی که با یک شخص صحبت میکنین یا زمانی که یک کتاب میخونین، وقت بعد از 10 یا شاید بعد از 10 یا 20 ثانیه زمانی که کتاب میخونین به صورت کامل هدف تمرکزتان بالای یک موضوع دیگه میره. این دقیقاً یکی از بزرگترین مشکلاتی که سوشال میدیا داره یا مشکلاتی که سوشال میدیا داره است که به پرفرونتال کورتکس ما صدمه میزنه و نمیمونه تا او بتونه روی موضوعات خوبتر تمرکز کنه. پس مزایای اولش همیست تا ما رو کمک میکنه بتونیم تمرکز ما را افزایش بدیم. مزایای دوم، سیستم دوپامین ما رو دقیقاً کمک میکنه تا بتونیم سیستم دوپامین ما رو به صورت کاملش درست کنیم. بخاطر است که ما بخوایم یک دوپامین رو بهش بریم، ما دقیقاً رو میتونیم خیلی با آسانی بهش بریم. میتونیم داخل تیک تاک شیمی کار انجام بدیم یا میتونیم یک نوشابه بخوریم یا با دیدن فیلم دقیقاً او کار میتونیم انجام بدیم و مانگمود دقیقاً ما کمک میکنن تا بتونیم سیستم دوپامین ما رو به صورت کاملش درست کنیم. مثلا چه رقم زمانی که من روی یک پروژه کار میکنم دقیقاً 3 ساعت یا 4 ساعت من روی این پروژه کار میکنم. بعد از 3 یا 4 ساعت من میتونم اون پروژه رو تمام کنم یا میتونه یک هدف دیگه باشه او کار انجام میدم. بعد از 3 ساعت من دقیقاً دوپامین اصلی و دوپامین واقعی رو من به دست میارم و بعد از او واقعا یک حس خوشحالی، یک حس قدرت دارم. اما زمانی که ما دولت مانگمود نیستیم خیلی با آسانی میتونیم دوپامین های چیپ به دست بریم و بتونیم یک خوشی، یک لذت داشته باشیم. اما دقیقاً در مانگمود این نیست. واقعا دوپامین ها رو به دست میاریم که واقعا ما رو کمک میکنه تا بتونیم در یک مدت زمانی خیلی زیاد بتونیم خوشحال باشیم و لذت داشته باشیم. پس مزایای دومش است تا بتونیم سیستم دوپامین ما رو به صورت کاملش درست کنیم. مزایای سوم، افزایش ظرفیت RPT یا Reference Point Theory. زمانی که ما دولت مانگمود هستیم دقیقاً همیشه وقت در حال تلاش هستیم تا بتونیم خود ما را نسخه قبلی ما یک لیول افزایش بدیم یا یک لیول بتونیم خود ما رو رشد بدیم. میخوایم کارهایی را انجام بدیم که قبلا اون کار را انجام ندادیم. میخوایم دستاوردهایی رو داشته باشیم قبلا اصلا اون دستاوردها را نداشتیم. به اون دلیل زمانی که ما دولت مانگمود هستیم از نسخه قبلی ما بیشتر تلاش میکنیم. اجازه بدین براتون یک مثال بتونم از خودم تا بتونین این رو به صورت خوبترش متوجه شوین. من در هفته گذشته دقیقاً تونستم 20 ساعت در یک هفته کار کنم و از اون پیش دقیقاً این کار انجام ندادم. شاید در یک هفته تا 15 ساعت کار کرده بودم، اما هفته گذشته تونستم 20 ساعت کار کنم روی موضوعات مختلف و این مرا کمک کرد تا بتونم RPT ما افزایش بدم. مثلا اگر قبلا من میگفتی 20 ساعت در یک هفته کار کنم، من پیش خودم به این صورت بودم 20 ساعت در هفته باید 20 ساعت کار کنم در یک هفته و او خیلی از نظر خودم سخت معلوم میشد. با خاطر که قبلا اصلا تجربه نداشتم که 20 ساعت من در یک هفته کار کنم. اگر یک شخص من بود که 10 ساعت در یک هفته کار کنم، فعلا من میگم 10 ساعت اصلا مشکل نیست. من 10 ساعت در یک هفته کار میکنم چرا که RPT که دارم دقیقاً 20 ساعت است. یا بخواین را از یک نفر دیگه پرسان کنین، از یک نفر تنبل باید که یک 3 ساعت درباره یک موضوع مطالعه داشته باشه. او شخص می 3 ساعت دقیقاً 180 دقیقه من روی یک موضوع مطالعه داشته باشم، اما هیچ چور انجام میشه. دقیقاً او وقت خود با وقت قبلی خود مقایسه میکنه. وقت قبلش چی بود؟ گیم میزده، همراه دوستاش وقت میمونده یا نمیفهم داخل تیک تاک یا سوشال اپا بوده و وقت خود اونجا میگذرونده. با اون دلیل او رو مقایسه میکنه.
و یکی از مزایای مانگ مود ایسته که ما رو کمک میکنه تا افزایش ظرفیت داشته باشیم. میتونیم زمانی که در یک دوره مانگ مود هستیم وقت زیادی کنیم تا بتونیم روی اهداف ما کار کنیم و بتونیم روی موضوعات مختلف کار کنیم تا بتونیم RPT ما را قوی کنیم. و پس مزایای سومش است تا ما رو کمک میکنه تا بتونیم ظرفیت خود به صورت کاملش افزایش بدیم. امیدوارم که ویدیو تا این باشه شما رو کمک کنه تا بتونین اولین مانگ مود خود انجام بدین.